سلام بچه ها، صبحتون بخیر. همینطوری دلم خواست که یه ولاگ بگیرم براتون و امروز کلا ولاگش میکنم. الان ساعت 9 صبح و من راه افتادم به سمت دانشگاه. صبح ساعت 10 کلاس دارم، یعنی در عرض یه ساعت من باید دانشگاه باشم. انقدر بدم میاد از وقتایی که آرایش دارم و انگار چشم یه چیزی افتاده. همش میخوام درش بیارم و از یه طرفی میکاپم پاک میشه، ولی فکر کنم چی نیست، ولی خب اذیت میکنه الان یه چیزی منو. توی این در استایل منو ببینید. نصف راهو با خط واحد میرم، بعد میرسم بازارمون، بازار تربیتی اینا. بقیه هم با مترو میریم. آره بیایم بریم نشونتون بدم. یه قسمت از راهو با ون اومدیم که خط واحد میگن همون بهش. الان دارم میرم تو تربیت، یعنی رسیدم بازار. یه لحظه همه دارم بدجور نگاه میکنم چون صبح خلوتی میتونم حرف بزنم. خدا میرم پیشی و نگاه. آره الان رسیدم تو بازار تربیت. برگشتنی بهتون نشون میدم، خیلی جای خوبیه ولی خیلی شلوغ میشه الان چون صبح زیاد کسی نیست. از بازار تربیت هم رد میشم، میرم واسه مترو که میدان ساعت چی میگه همین. اینجا بازار تربیتی که هنوز هیچ کس بازش نکرده مغازشو. الان رسیدم مترو و ساعت بعدی تو 9:25 دقیقه است. 9:25 دقیقه میریم. کلاس اولمون تشکیل شد و تموم شد. اومده بودم بیرون دانشکده با دوستم. اون سیگار میکشید، من نمیکشم، البته اون میکشه، ولی جدی میگم من سیگاری نیستم، من گلیون میکشم. گلیونم بده، نکشین شما. یه ساعت دیگه یه کلاس دیگه دارم میرم داخل دانشگاه که اون یه ساعت هم بگذره یه جورایی. الان نیم ساعت مونده، نیم ساعت. من نمیدونم باید چیکار کنم. تازه دوستم هم رفته به تنهام. یاد دیگه درسته؟ شاه زرد عدد پی درسته؟ حالا حجم استوانه این مساحت مقطع ذره ارتفاع. همچنین وزن خالی استوانه همراه با 2 درپوش را، چون این با اونا یاد بگیریم بهتره یا هر دو تاشو یاد بگیریم دیگه. چه می‌ذاره من اصلا با اینا اصلا کار نکردم، اولین بار کار میکنم با این. من تا یاد گرفتم خوبه دیگه. پیدا کن مسیر رو عزیزم. آفرین. امروز ریاضی داریم تو دانشکده ریاضی. دارم از ماشین دارم از بر و بیابون و صحرا گذر میکنم که برسم به دانشکده ریاضی. نگاه الان من از اینجا اومدم، دانشکده ریاضی اونجاست و دارم میرم همچنان. غذا بخوریم با دوستم. اینه دوستم. بعدش الان از دانشگاه اومدیم که غذامون رو بخوریم، بعدش بریم خرید. میخوام کیف بخرم، کیف دانشگاه، کیف برای دانشگاه. میخوام این کیف رو بخرم ولی بعد یه کوله پشتی هم بخرم. اینو خریدم، منتظر دوستم، اونم داره یک کیف میخره واسه کلاس خیاطیش. از اینا دارن، توی تلگرام داشتیم حرف میزدیم دربارش. اینجا 298 تومن همه کیفاش. وای بچه ها یه جایی رو پیدا کردم، یعنی قیمت عالی. راست این کیفی که الان خریدم من برداشتم تو خونه بهتون نشون میدم. یعنی فکر کنم 2 تا کفش بخرم. الان دارم میرم به سمت مدرسه، اونجا کار دارم.
کارم انجام بدم برگردم 2-3 تا میخرم، خیلی مناسبه قیمتش. این کیفم برداشتم، میخوام از این کیف کارتم بردارم. نگاه بچه ها کلی خرید داشتم، بریم خونه نشونتون بدم. من ذوق. خب بچه ها من رسیدم خونه، یعنی 2 روزه که رسیدم خونه، ولی چون سرما خورده بودم نتونستم بیام ویدیو رو براتون ادامه بدم. متاسفانه من با سرما خوردم. ببخشید بابت صدا گرفتم. اگه این پاییز لعنتی تموم شه من درست میشم ولی خب هوا مشخص نیست. صبح که میخوام برم دانشگاه هوا سرده، بعد ظهرش دوباره خیلی گرمه، بعد شب که میخوام برگردم دوباره سرده و این گرم و سرد شدن باعث میشه که من هی سرما بخورم. گرچه این سری فکر کنم از همسر جان گرفتم این سرما خوردگی رو، ولی خب دیروز رفتیم بیمارستان، یه آمپولی قرص و دوا و درمونی چیزی دادم و الان خیلی بهترم، فقط گلوم و مماغم گرفته. ولی خب این دلیل نمیشه که من نیام خریدایی که کردم بهتون نشون بدم. معلومه که نشون میدم. کلا من قرار بود که برم یه کیف بخرم برای خودم، چون چیزای ضروری که باید واسه دانشگاه داشته باشم و داشتم و توی این ویدیو هم بهتون نشون دادم که حالا مثلا رفتیم دفتر و اینجور چیزا خریده بودم و همچنین یه مانتو و شلوارم خریده بودم واسه دانشگاه هم، چون توی دانشگاه حراست برای اولین بار بهم گیر داد واسه شلوارم، چون شلوارم اسکیلی بود و همچنین کوتاه بود، پا مشخص میشد و اون گفت که نمیتونی همچین چیزی بپوشی، ولی خب خیلی مؤدبانه تر. شکلات بیرون داشت ماشین رو میشست، الان داره میاد. داشتم چی میگفتم؟ ویدیو میگیرم، بعد از یه هفته دارم واسه یوتیوبم ویدیو میگیرم. خیلی وقتی نمیگرفتم واقعا واسه دانشگاه، چون اصلا یه جوری کل تایم زندگیمو گرفتی که مثلا نمیدونم باید چیکار کنم. دانشگاه به اصرار شماها توی تلگرام و همچنین خفن بودن شماها و اینا اومدم که دوباره این ویدیو رو براتون بگیرم. خب برادرش میگفتم من به یک کیف نیاز داشتم واسه دانشگاه هم، چون کوله پشتی قبلیم خوشم نمیومد ازش و یک کوچولم قدیمی کهنه شده بود. برام گفتم برم یک کوله پشتی بخرم. بعد یه چند تا چیز دیدم که قیمتشون واقعا مناسب بود، بعد گفتم اینا رو بخرم. بعد گفتم حالا که خریدم برم به بچهای ولاگم هم نشون بدم و این şod که الان اینجا. آره نوت ماشین دوستم batığıydı. Onların minende gördüm ki mən qaltımzadım batıqdı. Və işə sən maşının batıq olmaydı, ona görə darıxdım. Mən necə rahat video tutum. Hayır. Hələ çay çək. با این شروع کنیم. یه همچین بارونی خریدم، یه همچین حالیه. نمیدونم تا چقدر تو دوربین میتونم مشخص بدم، ولی خب اینه و 2 روی است. یه رنگش کرمه و یه رنگش هم مشکیه و من هر کدوم خواستم میتونم بپوشم. این بعد اون یه کیف همون کوله پشتی که میگفتم باید بخرم و خریدم. اون چیز میذاره داخلشون رو در آوردم، برای همین الان اینجوری دیده میشه، ولی به نظرم خیلی خوشگله و از این شب رنگاست. و چیزی که توی خرید این کیف خیلی میخواستم بهش دقت کنم این بود که اینجاش پهن باشه، چون کوله پشتی قبلیم خیلی نازک بود و اینجا خیلی به درد می آورد، چون از یه طرفم اینجوری آویز میکنم بیشترم دردم میومد. به خاطر همین اینو گرفتم که هم جا داره، حتی الانم فکر کنم توش چیز گذاشتم. چیه؟ تو بگو اسمشو. توشمو گذاشتم و جا داره واقعا. برای همین خوشحالم از خرید این و به نظرم شیکه و من میتونم واسه دانشگاهم از این استفاده کنم. بعد اون یه کمر خریدم. این کمره رو خریدم، خیلی خوشگله، پروانه است. من طرح پروانه رو دوست دارم، گرچه خود اون حشره پروانه رو دوست ندارم، ولی طرح پروانه رو در کل دوستش دارم. بعد اینا از این چیزا خریدم، کمرها. من از این نوع کمرها خیلی دوست دارم. حالا باز بعضیا میگن این چیه، این چطوره، فلانه و بیساره، ولی به نظرم بهم میاد این نوع کمرها و من 2-3 تا رنگشو دارم. یه مشکی و سفیدشو داشتم، یه دونم اینو خریدم که رنگ نود خوشگلیه، قهوه‌ای، با هر چیزی میتونم ستش کنم، با بافتا و اینجور چیزا. حالا که داریم میریم زمستون بیشترم به دردم میاد به نظرم. بر همین اینو گرفتم. بعد از این کیفا خریدم،
این کیفو ما حتی توی تلگرام همش داریم با بچه‌ها درباره‌اش حرف میزنیم. از این عکسش و اینا میفرستادم توی تلگرام، بعد بچه‌ها میفرستادم میگفتیم که خیلی شیکه. فکر کنم همتون از این دیدین توی اینستاگرام. اگه حتی هفته یه بارم اینستاگرام برین اینو دیدین. خیلی ترنده و کلا همه جا هستش، مخصوصا رنگ زرشکیش. بعد من اینو دیدم و خب به نظرم هم به بارونی که خریدم میومد اگه نگاه کنیم رنگش، و هم یه کفش اسپورت خریدم، اونو یه بار پوشیدم از وقتی که خریدم. دیروز خریده بودم و پریروز خریده بودم و دیروزم وقتی داشتم میرفتم بیمارستان اون کفش رو پوشیدم. برای همین الان نمیتونم بیارم نشونتون بدم، ولی خب ویدیوشو میذارم. قبل اینکه پوشیده بودم ویدیو گرفته بودم. با این کیفم خیلی سته، رنگش خیلی سته. بعد یه چیز دیگه که هست اینه که این خیلی گرونه اصلاش، مثلا خیلی که نه ولی خب 700 تومنه. حالا تو اینستاگرام جاهای ارزون زدن 455 و اینا. بعد من اینو 298 تومن خریدم. بعد عکسشو تو تلگرام واسه بچه‌ها میفرستادم، میگفتن خب مشخصه دیگه فیکه. منم گفتم خب فیک باشه اشکال نداره، چون برای من فیک و اصل بودن همچین چیز نیست. قرار نیست که هممون بلنسیاگا بپوشیم یا از اون استفاده کنیم. یه کیف دیگه من میتونم واسه روزمرگی هم ورش دارم، پس مهم نیست برام که اصل باشه یا فیک. این کیف رو خریدم. اینو که بهتون نشون دادم تو ویدیو هم قبل شروع کردم، ولی چون اولین بار بود که همچین کیفی داشتم خواستم که بیشتر بهتون نشون بدم. اولین بارمه که یه همچین کیف دستی دارم. اکثر کیفایی که میخرم کلا دوشیان یا کلا کل پشتیان، اینجور کیف ندارم. حتی وقتی خریدم اومدم شکلات گفت که شبیه کیف پیرزناست. به نظرم اون سلیقه نداره، خیلی هم خوشگله به نظر من. آره عشقم چون خوشگلده شون مدانسون دیدیم. ولی ها اینجا هم یه طرح ایفل داره که داخل یه ماهه. من قبلا آرزوم این بود که برم یه بار نزدیک برج ایفل باش عکس بگیرم، ولی الان دیگه همچین زیادم آرزوم نیست. بعدش یه دونم نیمبوت خریدم که این نیمبوتم با این کیفه و با یه شلوار مشکی و لباس مشکی و اینا به نظر خیلی خوب میشه و من اینو میتونم واسه دانشگاه هم بردارم، چون اینجور چیزا هم من میدارم واسه دانشگاه، جدا از اون کوله پشتی که واسه دانشگاه خریدم. اینم میتونم هر از گاهی برش دارم، چون هم خیلی جا داره، داشت از دستم میافتاد، هم به نظرم شیکه. اونی که توی بازار بهتون نشون دادم تو آینه که گفتم اینو میخوام بخرم، اینجاش یه جوری طرح چرمش یه جوری چی بود، شبیه مار بود و اینا، ولی بعد اون اینو دیدم که ساده بود و گفتم که این شیک‌تره، اینو خریدم. بعد دیگه ارزم به حضورتون چون که همینا بود خریدم، ولی نمیدونم چرا هر چی میخرم میام بهتون نشون میدم، ولی خب خودم دوست دارم همچین ولاگایی توش میان مثلا خریداشون رو بهمون نشون میدن و اینا، برای همین گفتم توی ولاگای منم باشه. من دوستش دارم خریدامو، یعنی خریدای فیکمو دوستش دارم، قرار نیست همه اورجینال بپوشیم. جدا از این من واقعا چند وقته که ویدیو نمیذارم. من آدمی بودم که هفته 3 تا ویدیو آپلود میکرد. به خاطر وضعیت دانشگاه هم و اینا من نمیتونم فعالیت کنم و میبینید که سرما میخورم و میبینید که خیلی خسته میشم. واقعا توی چت تلگرام حتی نمیتونم زیاد فعالیت کنم، ولی خب بعضی وقتا نصف شبم ویدیو کال میفرستم توی گروه که ببینید هنوز من تو خط واحدم، هنوز توی مسیرم، هنوز به خونه نرسیدم. بعد من آدمی بودم که قبل دانشگاه آدمی بودم که اصلا و ابدا روزا نمیتونست بخوابه، یعنی همون شبم نصف شب میخوابیدم، چه برسه که بخوام روز بخوابم. ولی از دانشگاه ساعت 5 که میرسم خونه قشنگ میخوابم تا ساعت 12. ساعت 12 بیدار میشم، شام میخورم، بعد دوباره میخوابم تا صبح. بعد وقتی بیدار میشم میرم دانشگاه، ظهر رو اونجا خوابم میگیره فلان و بیستار. واقعا نمیدونم چرا اینجوری شدم، قشنگ اصلا احساس میکنم که سرنخ زندگیم از دستم در رفته و باید یه جوری جمعش کنم، اینو تبدیلش کنم به کلاف، ولی نمیدونم باید چی کار کنم. ولی خب تصمیم گرفتم که هرچند سخت ولی دوباره خیلی فعال باشم توی یوتیوب. گرچه سرما بخورم باز ادامه بدم، گرچه خسته باشم گفته باشم باز ادامه میدم و برای همینم این ویدیو رو براتون میگیرم. و همچنین این وسط قراره یه اساس کشی هم داشته باشم که این منو خیلی میترسونه، واقعا میترسونه. دیگه چیزی نمونده، کمتر از یه ماه دیگه ما باید بریم یه خونه دیگه.
بعد کمتر توی این یه ماه، یعنی توی این مدت من باید هم خونه رو جمع کنم، هم خونه رو ببرم، هم درسامو بخونم که ازش عقب نمونم، هم دانشگاه برم، هم ویدیو بگیرم، هم ادیت کنم که واقعا باور کنین ویدیو گرفتن چیزی نیست. من الان این ویدیو رو گرفتم، بعد یکی میخواد که اینو بشینه ادیت کنه که ادیت کردن چندی ساعت از وقت آدمو میگیره. اینو کسایی میفهمن که یه ادیت کوچولو زدن، حتی نمیگم ویدیو لانگ، ویدیو یوتیوب و اینا، یه ویدیو 30 ثانیه هم ادیت کنی میفهم که ادیت کردن چقدر زمان بره. ولی خب اینا رو من منتی نمیذارم، خیلی ممنونم از شما که میبینید، ولی خواستم بدونید که دلیل این که نمیتونم فعالیت کنم اینه که واقعا تایمشو ندارم، یا نمیتونم برای خودم اون تایم رو ایجاد کنم. شاید من تواناییشو ندارم، نمیدونم، ولی سعی میکنم درستش کنم. ویدیوهای بعدی هم میخوام که درباره اساس کشیمون باشه، درباره که نه میخوام خونم رو جمع جور کنم، یه جورایی از یه طرف شروع کنم، چون فقط پنجشنبه جمعه ها رو توی خونم، فقط توی همین مدت این تایمو دارم که بتونم که چیز میذار رو جمع جور کنم. و آره ویدیو بعدی قراره این باشه که من از یه طرفی شروع کنم به جمع کردن خونم. حداقل یه چیزی که تصمیمم اینه، اگه خدا یاری کنه میخوام این ویدیو رو براتون بگیرم. بعد مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدین، امیدوارم که دوستش داشته بوده باشین. ماچ به کلاتون، قربون تک تکتون توی ویدیوی بعدی میبینمتون. تا درودی دیگر، بدرود.